یک شاخه گل، برنامه شماره 375. این برنامه با همکاری قوامی، معروفی، مهندس همایون خرم و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه ماهور از مهندس همایون خرم، اشعار از سعدی، گوینده فیروزه امیر معز.
همچون درخت بادیه سعدی ز برق شوق، سوزان و میوه سخنش همچنان تر است. آری خوش است وقت حریفان به بوی عود، و سوز غافلند که در جان مجمر است. در میان آثار شیخ اجل سعدی شیرازی ابیاتی وجود دارد که از رقت اندیشه و نازک خیالی لبریز است و مضمونی تازه و نکته‌ای غریب در آن به کار رفته، ولی سادگی بیان و شفافی و تابناکی کلمات سعدی آنچنان خواننده را مجذوب و مسحور می کند که از توجه به قرابت مضمون و قوت تعبیر و نازکی اندیشه غافل می نماید. مانند دو بیتی که در آغاز این برنامه به سم رسید و ابیاتی نظیر این اشعار: به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی.
دریچه‌ای ز بهشتش به روی بگشایی، دریچه‌ای ز بهشتش به روی بگشایی، که بامداد پگاهش تو روی بنمایی جان. از تو مادر گیتی، به از تو مادر گیتی، به عمر خود فرزند همین بود حد زیبایی جان.
که با تو وصالش دمی میسر شد، میسرش نشود، میسرش نشود بعد از آن شکیبایی. میسرش نشود بعد از آن شکیبایی. گذشت بر من از آسیبش آنچه گذشت، هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی. جان
باقی عمرم 2 روز باقی عمرم فدای جان تو باد باقی عمرم فدای جان تو باد اگر بکاهی و بر عمر خود بیفزایی به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را. تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی. تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی. این بود شاخ گل شماره 375.